آهنگ چوپان. این آهنگ که به نظر میرسه آهنگ محلی هست در دستگاه چهارگاه. احتمالاً مؤلفین اولیه کتاب احساس کردن که این قطعه بیشتر به همون بیات اصفهان یا بیات شیراز نزدیکه، به همین دلیل در این بخش از کتاب آوردن. ولی به نظر من باید در بخش جداگانه چهارگاه می اومد. چهارگاه ر هست و چهارگاه حالت چهارگاه تعدیل شده داره. در اصل ما به جای اینکه سی کرون داشته باشیم سی بمول داریم و به جای اینکه می کرون داشته باشیم می بمول داریم. علامت سرکلید به نظر من بهتر بود که فا دیز دو دیز سی بمول می بمول نوشته بشه که در اینجا همون سی بمول می بمول گذاشته شده و بعد فا دیز و دو دیز به صورت عرضی در میزانهای مختلف ظاهر شدن. قطعه با سرعت مودراتو که به معنی میانگین و معتدل هست و هولوش 80 تا 84 اجرا خواهد شد. در مورد علامت دالسنیو قبلا توضیح داده شده، به معنی تکرار بزرگ هست و این علامت رو در دو جا میبینیم. در دومین جا که رسیدیم برمیگردیم به قسمت اول، تکرار بزرگ رو انجام میدیم و بعد ادامه قطعه رو خواهیم داشت. دانگ هایی که در این قطعه استفاده شدن، دانگ لا، سی بمول، دو دیز ر، دانگ تعدیل شده چهارگاه هست که در موسیقی ایرانی لا سی کرون دو دیز ر در نظر گرفته میشه و بعد دانگ ر می بمول فا دیز سول که اینم باز دانگ تعدیل شده ر می کرون فا دیز سول هست. دو تا دانگ چهارگاه داریم. کوکتار دو سول ر، سیم اول برابر با سی انگلیسی در تیونر کوک شده. ر لا 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 سی سی لا لا سول سول فا سول سول سی لا سول فا می ر سول فا می ر می فا می ر لا سول سول فا فا می می ر ر سول فا می ر می فا می ر لا سول سول فا فا می می ر ر لا 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 سی سی لا لا سول سول فا سول سول سی لا سول فا می ر سول فا می ر می فا می ر لا سول سول فا فا می می ر ر سول فا می ر می فا می ر لا سول سول فا فا می می ر سول لا سی سول لا سی سول لا سی سول لا سی سول لا ر دو دو سی سی لا لا سول سول لا ر دو سی لا سول ر سول فا می ر می فا می ر لا سول سول فا فا می می ر سول فا می ر می فا می ر لا سول سول فا فا می می ر قطعه در دو چهارم شکل گرفته. دو ضربی هست، دو ضربی ساده، هر ضربی یک سیاه. ر لا 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 سی سی لا لا سول سول فا. اینجا فا انگشت اول خواهد بود. میتونیم اینا هم اشاره هم بدیم و سول سول سی لا سول فا. انگشت اول میاد سول سول سی لا سول فا دیز می ر می بمول و ر هستیم زرد میاد سول. اینجا ترجیباً شکل میگیره سول فا می ر می فا می ر. از لنگوش سوم لا سول سول فا فا می می ر. در نشیب بهش میگیم ر سکوت ر سول. ترجمه تکرار خواهد شد. دفعه دوم ریس میکنیم. علامت دالسنیو رو میبینیم، برمیگردیم به دالسنیوی اول، کل مجموعه تکرار میشه. بعد انگشت اول میاد رو سول با حالت پیانو و نرم سول لا سی. در اصل ما یک سیاه نقطه دار داریم که به صورت یک سیاه و یک چنگ با خط اتحاد به هم وصل شدن. یک پا و نیم خواهد بود. سول لا سی. پای دوم که میخواد بیاد بالا لا سی رو میزنیم سول لا سی راست چپ سول لا سی سول لا سی سول لا راست راست چپ راست راست چپ ریز. باز یک پا و نیم روی سول هستیم. پا که میخواد بیاد بالا لا، اشاره لا به ر با ریز لا ر دو دو سی سی لا لا سول سول. اینجا
دو دیز رو میبینیم. ره دو دو سی سی لا لا سول. سازهایی که توش دو دیز بسته نشده میتونیم با کشیدن نوت رکورون به سمت عقب دو دیز رو ایجاد کنیم. ره دو دو سی سی لا لا سول سول. باز تحلیل نشیب هست. دوباره لار، این بار با یک کمی تغییر حالت سینما پیدا می‌کنه. ره دو سی سی لا سول. حالت تکریز و سینمال. میام عقب سول ره سول. دوباره ترجیباً هست. قطعه رو به سرعت 80 اجرا می‌کنیم.